این بهترین پای سیبیه که تا حالا خوردم. اول سفیده تخم مرغمون رو داخل همزه میریزیم. با نصف وانیلمون. خب سفیده رو که ریختیم داخل همزن، یکم که کفدار شد مثل این که میبینید، یکم کف مانم مثل مای ظرفشویی شد، شروع میکنیم پودر قندمون رو تو 3 مرحله اضافه میکنیم. مرحله اول و دوم یه قاشق و نیم میریزیم فقط. مرحله آخری که قشنگ سفیده تخم مرغمون کفدار شد، مثل کف شد، یعنی برگردوندید بیرون نریخت، اون موقع همه پودر قندمون رو میریزیم. 10 ثانیه دیگه هم میزنیم، خاموش میکنیم. سفیده تخم مرغم که فرم گرفت و از لیسک نریخت، وقتی خم میکنیم نمیریزه، معلومه که فرم گرفته. بعد بقیه وانیلمون رو با پودر قندمون همه رو با هم میریزیم و 1 دقیقه با دور تند همزن میزنیم. خب ظرف رو دورگیری میکنیم، بقیه وانیل هم اضافه میکنیم، یه هم میزنیم، خیلی آروم هم میزنیم. کره ذوب شده رو با روغن مایمون مخلوط میکنیم و طی چند مرحله کره و روغن رو به موادمون اضافه میکنیم. خیلی آروم هم میزنیم، نباید پف موادمون بخوابه. نگاه کنیم دورانی. روغن مایه و کره که یکم به خورده هم رفت، پکینگ پودر و آردو با هم دیگه الک میکنیم و یک جا قاطی میکنیم. من آردو الک کردم، یک جا میریزیم و آروم به صورت دورانی، خیلی آروم، فقط در حدی که آردمون با موادمون ترکیب شه. بعد دورگیری هم 2-3 بار انجام میدیم با لیسک. مواد رو آروم هم زدیم و یک دست شد. دورگیری میکنیم. بعد یه دونه قیف مشنبایی میذاریم داخل یه دونه لیوان. مواد رو بهش اضافه میکنیم. تا جایی که جاشه، بقیه‌اش رو مرحله بعد دوباره اندازه 1 سانتی متر با قیچی میبریم. موادی که داخل قیف ریختیم خیلی آروم، چون که مواد شل هست، آروم میریزیم داخل قالب هامون. اگه این قالب های که پای سیبم نداشتید، میتونید از قالب های همین کیکی ازی استفاده کنید. کاغذ روغنی می‌ندازیم داخلش. فرم از قبل رو دمای 220 درجه 1 ربع میذاریم گرم شه. بعد اینکه خواستیم مواد بذاریم داخل فر، دمای فر رو 200 درجه میذاریم، المنت بالا پایینم روشن باشه. اگه فرتون گازی هستش 20 درجه کمتر میکنید، یعنی 200 شما 180 میذارید. میتونید 1 گلاس سیب وسط کیکتون بذارید، میتونید کلا آخر روش بذارید، فرق نمیکنه.
به این صورت پر میشه. یه دونم براتون پر میکنم، ببین به این صورت. باید تا لبه کاغذ روغنیتون مواد باشه. آناناس میذاریم اینا. بعد سیبامون هم که باید آغشته به دارچین باشه دیگه همشون، ولی آناناس رو نیازی نیست. دوباره قالب بعدی رو پر میکنیم. به همین صورت قالبامون رو پر میکنیم. خب پای سیبامون رو که آماده شده میذاریم داخل فر از قبل گرم شده. بچه‌ها حتما از قبل فر رو روشن کنید، چون اگه روشن نباشه پف نمیکنه. و حالا فر تنظیم میکنیم دمای 200 درجه 25 دقیقه. المنت بالا پایین هم روشنه. پای آناناس‌های ما آماده است. اگه میخوایم بازم تست کنیم که ببینیم پخته یا نه، میتونید از یه سیخ چوبی استفاده کنید. سیخ رو فرو میکنیم داخل کیک. اگه تمیز و بدون مواد اومد بیرون، یعنی کیک شما آماده است.